بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، احسان شجاعی هستم از کانال آموزش و نوسانگیری. خب امروز میخوایم در مورد بازار طلای آب شده یا معاملات طلای آب شده که حالا اتاقهای معاملاتی جدیداً راه افتاده و خیلی هم زیاد داره میشه باهاتون صحبت بکنیم. ببینید، شاید من هر روز حداقل 5 نفر رو دیگه دارم که میان پیوی و دنبال آموزش برای بازار طلای آب شده میگردن و میگن که آی شجاعی ما دنبال آموزشش هستیم و میخوایم توی بحث بازار طلای آب شده کار بکنیم. و خب من تنها صحبت هایی که اونجا میکنم و اینجا میخوام به همه شما عزیزان بگم. ما قبلا در مورد طلای آب شده صحبت کردیم، اما امروز میخوام مجدد بهتون بگم. ببینید، بازار طلای آب شده رو ما 3 نفر از عزیزانی که خب حالا من میشناسمشون، سطح کاریشون رو میدونم، کانال دارن، گروه دارن و نوع ترید کردنشون رو میدونم، قبول دارم سبک کاریشون رو. اومدیم با استراتژی های مختلف با یک مبلغ ثابت وارد بازار طلای آب شده شدیم که هم این بازار رو بشناسیم، هم استراتژی های همدیگر رو تست بکنیم داخل این بازار. و 1.5 ماه هم ما داخل این بازار زمان گذاشتیم و ماحصل این تلاشی که ما کردیم این بود که ما با 20 میلیون تومان که وارد این بازار شدیم، هر 3 نفر کال مارجین شدیم و از این بازار خارج شدیم. خب این که ما کال مارجین شدیم داخل این بازار یک اتفاقی هستش که به راحتی نباید ازش گذشت. اینکه 3 سبک معاملاتی مختلف بیان داخل این بازار کال مارجین بشن نشون دهنده چی هستش، چه اتفاقاتی رو داره به شما میگه. ببینید، بازار طلای آب شده یک شیادیه، یک دزدی رسمی هستش، علنی هستش و تماماً به جهت چاپیدن پول شما هستش. دقیقاً در مواقعی که شما احتیاج داری که سیستمت وصل باشه، سیستمت رو قطع میکنن، حد ضررها رو یا فعال میکنن یا با اختلاف فعال میکنن، تارگت ها رو یا فعال میکنن یا با اختلاف فعال میکنن. اون کسی که داره این چارت رو ارائه میده به راحتی توانایی کندل سازی داره و شما با هیچ جایی نمیتونی مقایسه بکنی، با هیچ سروری نمیتونی مقایسه بکنی. شما داخل بورس میای سهم مثلا خودرو رو میگردی، میگی آقا رهاورد داره اینو میده، مفید داره این کندل رو میده، نمیدونم سایت ارشد داره این کندل رو میده، فراچارت داره این کندل رو میده. اما برای طلای آب شده به کجا میخوای رجوع بکنی؟ هیچ منبعی نیستش. تایم دست خودشونه، کندل ها دست خودشونه، رعایت حد ضرر یعنی شما علاوه بر ریسک سیستماتیک، علاوه بر ریسک معاملاتی، یک معضل خیلی بزرگ دارید. اون که با اون گرداننده، با اون نفری که این سایت رو داره به شما ارائه میده هم باید بجنگید که خب نشدنیه. و دقیقاً در مواقعی که نیاز هستش که اون سایت همراه شما باشه، اونجا هستش که خودش به عنوان یک نوسانگیر وارد میشه و شما رو کال مارجین میکنه. نگاه نکنید به این تبلیغات زردی که میکنن. آی نفر داریم روزی 500 تومن پول در میاره از این بازار رو شما بشینید فوری چرتکه بندازی بگه خب 10 دقیقه طرف کار میکنه در طول 1 ماه مثلا میشه چقدر میشه؟ مای 15 تومن، مای 20 میلیون تومن و آدم از این چرتکه ها زیاد میندازه. اما در واقعیت شما رفتیم، ما تا تهش رفتیم. 3 تا سبک معاملاتی مختلف، 3 نفری که حالا عزیزان دوست دارن و افتخار میدن به ما، میگن استاد. ما 3 تا استاد رفتیم بررسی کردیم و دیدیم که کلاهبرداریه و دیدیم شالاتان بازیه و دیدیم فقط به قصد فریب مردم هستش که این سایت ها را اندازی شده. و امیدوارم که یا جمع بشن یا اصولی رفتار بکنن، منطقی، یک مرجعی داشته باشن که آدم بتونه به اون مرجع مراجعه بکنه، کندلاشون رو مقایسه بکنه، شرایطشون رو مقایسه بکنه که بدونه چه کار دارن میکنن اینا.
پس من به همه عزیزانی که پیوی مراجعه میکنن پیشنهاد میکنم که وارد بازار طلایاب شده نشید. فریب این تبلیغاتی که الان دارن میکنن که بیاید آقا نمیدونم یا دوره عبا بخرید روزی 500 تومن پول در میاری، طرف دوره گذاشته 1,000,000 تومن، بعد میاد میگه که خب آقا تو این پول دوره منو تو یه روز در میاری. آقا یه روز شاید تو بتونی در بیاری، 2 روزشو شاید بتونی در بیاری، اما ما صحبت از یک کار بلند مدت داریم میکنیم. صحبت از این داریم میکنیم که شما بتونی هر ماه 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیون از این بازار پول در بیاری. صحبت از یک معامله نمی کنیم که آقا یه معامله اوکی، یه معامله هم سود کردی، بعدش چی؟ آیا میتونی به چشم یک بیزینس بهش نگاه کنی؟ امیدوارم که دوستان متوجه صحبت‌های من شده باشن و قمار نکنن، روی پولشون قمار نکنن و وارد این بازار نشن. امیدوارم که همه موفق و پیروز باشید در پناه حق.